آقای صاحب خوش آمدید. زنده باشید. تشکر. خب چی خبر از وطن و از خنبر منبر خبر داری؟ چی خبر؟ ولی چند وقت از وطن هیچ خبر ندارم. گفتم یک زنگ بزنم در خنبر که چی گپ است، اما اول وطن بگیریم، اما اول این خنبر که چی گپ است. الو سلام. تشکر. خنبر جان چطور هستی؟ وطن چطور است؟ چی گپ و سخنا؟ میگم صدقه چم در مملکتی که کار نیست، پیسه نیست، چی میکنید اونجا؟ بیا اروپا، سیل و صفا اینمیجی، زندگی اینمیجی، در سرگاه پیسه ریختگی است، نفر کار است که پیسه را جمع کنه. صدقه چم این حاجی صاحب میبینی؟ من میگم چی گپ وطن، چی خبرها، چی قصه؟ میگم این بی پیسگی است. فکر میکنید در اروپا پیسه ریخته، چی رقم مردم است؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. تشکر. امروز باید در فکر هستیم. آقای صاحب این مملکت‌های غریب این بلا تکلیفی ما در فکر بوده. بخش باش آقای صاحب. بفرمایید. بله. او نام خدا. خنبر جان خوشت هستی؟ بیشک بله بیشک. همین قصد خود رساندی؟ ما میان غیبت میکردیم. بیا بخیر بی بیا. صحیح است. ما برید یک قاچاقبری همی تو اساس باید پیدا میکنیم، لیکن در سینما زنگی که رفتی پیش فواری ها و نفر میبرید در جنگل. بله. خلایت بخدا. نیامد مرا درگیر پلیس نمیاد. خدای قاچاقبرم نیامد مرا درگیر پلیس نمیاد. سرور کنم. قاچاقبرم نیامد مرا درگیر پلیس نمیاد. اینجا در جنگل. تو بچه خنبر تو هستی؟ بله کاکا تو من از کجا میشناسی؟ یک نفر خاص تو رو برای ما معرفی کرد که باید ما تو در اروپا برسان. یا بریم. خب کاکا جان تو یک دفعه مرا نقطه آب نشان بده. کشتی تو چی رقمه؟ من شنیدم 60 نفر داخل کشتی بار میزنید. جانی کاکا زمین ترکیه غیر از ما کشتی خوب هیچ کی نداره. دیگرها 60 نفر بار میزنم، من هر قایق یک نفر براش میدم که باید تو رو در اروپا برسان. بهترین جلقه، بهترین قایق ما برای میدم. جانی برادر ما با بهترین کشتی با بهترین جلیقه تو را در اروپا میرسانم. همین ترکیه هیچ قاچاقبر مثل ما قایقی خوب نداره. دیگرها 70 60 نفر 40 نفر میزنن، من هر نفر یک قایق میدم. بفرما بریم. جزیره رو با من نشون بده. این میگن بوده که دیگه همون خودش نام جزیره نداره. جزیره همون جزیره بریم. این قایق کاکا جان یکی بودخانه است. تو مرا در کشتن میدی خلطی. این بهترین قایق است. بهترین قایق بوده جهان معرفی شده. جلقه این هم جلیقه. کاکا جان مالی اطفاله کی؟ بچه این جلیقه بهترین جلیقه است. جای جلیقه کار میده، جای پارو کار میده. این جلیقه ره بگیر با دستت کن. اینم جلقه کو پارود. گوش کو این برای پارو هم کار میده، برای جلیقه هم کار میده. اگه تو در دریا غرق شد تو رو مثل گرید میکشه از آب. یا سوا شو. این کشتی اینم جلیقه، اونم دمی مسیر میری، دمون جزیره میری. زیاد سرصدام نکو تا کدام مرمی در بغلت نزدم. بگیر رای تا بگیر برو. هزاران نفر یک غرق شده 2001. بگیر
برو خداحافظی کار ابروز تمام شد قیامت خانه کردم برم دوباره دیگه مسافرم بچه اگر خرق نشدی موتر در جزیره منتظرت است آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با هم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود سرزمین من بی رهی تو را گشود سرزمین من بی به تو وفا نمود سرزمین من رفتی در جزیره باشم بارم که موتر پشتم آمده یا نه و بچه خدا پرت ده تول باکس سلام علیکم رسول جان سلام بخیر سلامت باشید خوش باشید خوش باشید بسیار خوش آمدید والا بسیار خسته زنده هستم یکون سرک در من نشون بدی که برم پول جمع کنم امروز مانده سمید حاصلش نیست خودی در بین بازار بگرد همونجا الان سرک خوش که دیگر ما میرم دیگه برو پناهت بخدا بخش باشه دیگر خدا حافظ برو پناهت بخدا Il non
بشین ندارم، از فردا میام جمع.